به نام خداوند بخشنده و مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز به آگاهی گفتیم یک افیر بکنیم که ببینیم که واقعا همه بیننده های ما زنده هن یا که فیکی. موضوع امروز صحبت آزاده. برادرای عزیز، کسانی که میخواهند میدره فکر نظرش میگه یگان مشکلی نیست. امروز اصاب یگان موضوع خاص نیست که امروز در او باره صحبت کنیم. موضوع ها زیادن. متاسفانه امروز هم خیلی کمی آزاد صحبت بکنیم با مردم. راستش یک چندین نوارها شی تماشا میکنیم. این مردم واقعا دارن امروز ما را پیگیری میکنن. واقعا من تشکری میکنم که نفرایی که ما را دستگیری میکنه برادرای عزیز لایک میمونه و نمیدونم ابونه میشه یا که پدیلید میکنه. خواهش میکنم برادرای عزیز سهم خودتون در همه مبارزه ما بگذارید. ما این زیاد انشاءالله که طلب نمیکنیم. خواهش ما همینه که بمونه لایکاتون میریم. خب امروز در بسیار موضوعهای بد که خواستم صحبت کنم، امروز نام موضوع را نماندم. امروز یک صحبتی آزاد شما میتوانید که بیاید در استودیو فکر نظرهاتون بگید. من راستش یک نوار امروز تماشا کردم. شاگردهای مدنی من تماشا میکردم. یک نفر بود که برآمد گفت که معنای لا اله الا الله بگو. من گفتم من نمیدونم، تو بگو. همینه برده رسونده زدن پالنی پیچد مزدگیان. من در چه حیرون میشم ده. ما یک دشمن داریم، این رحمان فای. من ها позициям دیگه، کارم دیگه، تا اسلامی میخواهی برای بکه یگان مشکلی نیست. دعوت کده سودی تو میتونی که برای یگان کار بکنی. نیکی من با کاری خود میرم، تو برای با کاری خودت. من یگان چی نگفتم تا امروزه در حق شما یگان بار. سبب در چیه که شما میایید من نوم میگیره. من در چیز حیرون میشم. برای من ابو مدنی ایکو قطعی ادیبک هر دش یگان طاغوت وطن فروش دین تا پایمال کرده در تاجیکستان تیجا اومده من حکم رو ورده سودی. ای بدبخت، تو میدونی که آدم را تو کافر گفته سودی. تو میدونی که عیده یک باید کافر باشن. تو نمیدونی که من چند مسلمانم. تو نمیدونی این چیزا. یا که من نمیدونم که تو همونجا میبروی نمیدونم. تو مرد باشی نمیبروی با چهره گپ زنی. اینا من زورم میبرم با چهره گپ میزنم. زیدی رحمانوفی دیکتاتوری خوینی وطن فروش. تو نه رود معلومه، نه نومت معلومه، نه یک چیزت میای. من خواهش میکنم شما حرمت خودتون بدونی. بخدا قسم همه رژیمی همه ولا زدی سیمان بخره کو با من میدونم. شما میبروی مردم حکم میکنه. بدبختوی خیلی کنوتون زنگ زدگی در همه رمضانات گوه نماز میخونه. با میبروی مردم دوره امروز با گفتی خودتون نصیحت میکنه. پروست سر ویرون میشده. میستی قرد میکنه که تو یک کار کرده سودی برای آزادی ملتت. من میام تر آزاد میمونم که تو در تاجیکستان دعوت کرده بتونی. نمیتونه کو از یگان گپ گفته. کو یک گپ بگو رحمان بوی تشو میتیه در تاجیکستان. رنگی من وره نخه برو همه چیزت بگذار. نخه برو در یوتیوب برو اینم که با چهره گپ زن. بعد میبینیم که چه کارت میکنه رحمان. میبروی هم مرا کافیر. اگه همین شما فقط مسلمانه تمام دیگه نیست مسلمان در دنیا.
бародари азиз, хоҳиш мекунам видеоро падилит бикунед ба дӯстотон. имрӯз беогоҳӣ бирмадем, ба фикрам ки мардумам камай. хоҳиш мекунам бимоне лайкотона ҳами 300 нафар. иншаалло ки видео паҳн меша, суҳбат мекунем. хоб муборизи роҳи ҳаққи муборизи бикиш камерата бачаи хеш. علیکم. ва алайкум ассалом. سوزی خوبی که آلمان алҳамдулиллаҳ. سلامتی و کور برو خوبه. ташаккур. در روی حق میگم خسته نشیدین آخه مانده نشیدین. не алҳамдулиллаҳ хубай. این دشمن های اسلام خدا آخه کور کنه که پیش پشونه نبینن. موضوع درباره چیه؟ برادر عزیز صحبتی озодай. просто яда наворо дидам ам хай гуфтам як бурам صحبت کنیم با همین مردم. برادری عزیزی من. نوارای کی را؟ نوارای دیگه لقتی ایوب بیبی. با یک دقیقه نه درباره اونو نه بفرما برادر عزیز کاکوتا خب این موندگی باشه در سر حولش. تو با که ای رحمانوف میترسی؟ ایا مخلوق ترسیدن در کار نیست به خدا. اگر این روی زمین همه مخلوق گرفته ایش ترس آخی. به خاطر الله همه وقت به پیش آلمان. تشکر زیاد برادر عزیز. و فکر نظر تا گفتی دیگرها را هم قبول کنیم. آلمان همه وقت ایقافوتیم به نام الله. قطیب هستیم در جای باشیم هم همونجاییم. همین مبارزه رای حق در جای باشم هم قطعشونه. خب خیمه را تو میتونی بروری همه که دو و سلام گو اگنه. تشکر. برادران عزیزی من تخم شیطان بدی چی بدی؟ تخم شیطان بدی چی بدی برمدی؟ متاسفانه. خوش برادران عزیزی من بمونه لایکاتون برادران عزیز میریم جک. Салам алейкум. Салам алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обращаться по-русски, но немножко подольше буду разговаривать, вы меня простите. Пожалуйста, Я вам говорите. о чем хочу сказать. Таджики открыли очень демократичный путь для большинства народов. Вы в данный момент смотрите все прессу, везде всякие народы уже демократично свою гражданской потребности уже требуют. Этот первых Киргизии-то они впереди были. После того, как яйца там заморили своего президента таджики, после этого еще некоторые люди почувствовали свободу. В данный момент против таких диктаторов, как Рахмонов, как президент Узбекистана, Киргизстана, Казахстана,
и другие президенты еще лешие, которые под его крыльями эти диктаторы диктуют, тоже идет немножко реформа. Вот смотрите, спасибо башкирцам. В-первых, башкирцы тут для защиты своего правозащитника 6 тысяч вышли на митинг. Прежде чем входить на митинг, они объявили своим гражданам, башкирцам, что вы те своих детей, которые контролируют правопорядок, им сказали... Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Абдухалил Восеф. алейкум میشنوی صدای مرا؟ داری صدای مرا؟ بله. چی با چهره ناومدی یا که جاد مناسب نیست؟ نه جام مناسب است دیگه. درود و سلام برسه. خوب هستی؟ الحمدلله خوبیم. بفرما. چی حال داری؟ چی احوال داری؟ هیچی نمیگه شده میگم که یک صحبت آزاد بگذارونیم همین بیننده همون بسنجیم واقعا همون هر روز 10,000 3,000 آدم تماشا میکرد این روز غلفت که همین آدم بگن قطعی تیم راست میگن یا دروغ. من نو تیک توک چیز وارد شدم همین برنامه خودت پیش از این که برنامه خودت من در برنامه چیز یعنی درخواستم ندادم دیگه که برنامه او چی نام دارن ایدگل برنامه کشید دیگه از یک لحظه مردم توهین و تحقیر میکنه از یک لحظه میبگه که بیاید اینجا من سند و ثبوت گپ میزنم من دلیل دارم من فکت دارم من فلان دارم از یک طرف مردم همین با یک الفاظ خشم مردم یعنی توهین میکنن بسیار تحقیرآمیز صحبت میکنن فحاشی میکنن قدمیش هم خیلی مینم که ایدگل دیگه خوش شدم در برنامه تا اومدم مرا پذیرفتی دیگه چی موضوع گرفتی؟ موضوع صحبتی آزاده من میخوام که فکر نظر مردم رو ببینم که تا که رحمانوف ظلم میکنه همین بده موضوع. بله بسیار موضوع خوب است. من فکر میکنم که ظلم به حد خود رسید. ظلم خو همیشه ظلم کردنم نمیشه. توبکای مردم تاجیک ای رحمانوف میترسه. رحمانوف خبر اومده است که رحمانوف میمره امروز یا پگاه. سبب در چیه که دوران امروز مردم نمیبروین با فکر نظری خودشون بگن آزاد. این همین چیز من نمیدونم. فکر نظر مردم که در زیاد از 20 سال تا 20 سال زیاد شد که باشد که اینمی حکومت یعنی به زور سر مردم حکومت میکند. از یک طرف یعنی هراز ترس و هراز در در دل مردم جا گرفتگی است. از دیگر طرف نسل جدید آمد بود که یک طرف شود دیگر گفت گپا پوپنک زدگی شده مشه. این بود یک طرف شد همون نظام بود که یک طرف شد دیگه. لیکن این کثافت ها عبدالخلیل جان دیگه بازی های دیگه پشت چیز هم هستن دیگه گفت گپا پشت پرده هم هستن دیگه. از یک طرف روسیه هم میقپد از ایره از یک طرف ایران از یک طرف چین دیگه هست دیگه بازی ها هستن. لیکن چیزی که هست زمین سرنوشت بود مردم خودش تعیین کنن دیگه. مردم هم بود که دیگه نشد که دیگه 32 سال حکومت هیچ دستاورد نیست. هیچ دستاورد یک دستاورد اگه بگوین من میگم که این درست یک دستاورد نداره. فهمیدی 32 سال حکومت داری اوشا یک
همین برق نداره فهمیدی. ساز میشه انشالله. این جمشید جانم وارد شد. سلام شما رو برسه. میاد دقیقه گذارم فهمیدی؟ شما همینجا وای بله. کنید من یک دقیقه اینا اتقال برسید. سلامی به زندگی. اون نگهبان تو. باز میدرم. برای دوستا داخل در وطن بیرون ای وطن امیدوارم که شما خوب صحت و سلامت باشین. مبارزه که امروز در میدان مرد بچه های ملت با همین قصیتم و فشار حکومت تروریستی رحمانوف باز همین ملت این نویه ها و ولایت های ما رحمانوف طرف دندان نشان دستن. انشالله پیروزی در دست شهروندای جمهوری تاجیکستان بدون ملت شد. هر یک کشور، هر یک ولایت ما، نوحه ما، دهه ما انشالله به هدف و به حق خودش به پیروزی و سربلندی میرسه. نه که حتما رحمانوف سرگون میشه در تاریخ یک پاچای قاتل ظالم دزد راهزن بنام به نشان ستمگار خونخوار هر وقتی که ترا یاد میکنن فرعون و یا چون میزنه انشالله دیگه ملت نمیگذاره که در بالای ما یک حزبیه 30 سال در گوشه ما افسانه بخونه. بس ای کینواتونی سپتاکلوکتون باید در این رژیمی که امروز از شکست بخوره ملت بیایی وطن کشورش باید سایه بکنه. سلامت باشین برادر. زنده باشین. استریم در چی پای استریم دست کی است؟ دست من نیست این چیزا که دست اکا الماز. اگر ما حسگم برادرها در استریم چاپلوسا اگر چاپلوسا باشه باید به حد صحبت گرم میره. هرچند که شما بگه مسخره مبارزان شدگی به مثل نو ایوب ایدیبه کرد شما با مثل یک مولتیک کاسکا نگاهتون میکنیم ایسان برای که در کار بودیم شما برای ما که ما هم نیاز به تبلیغات داشتیم که انشالله ما تبلیغاتی همون رسخود و همون خداودام نیر بیتی خودش برای ما مبارزه ما ایدیبه قطع ایوب خدمت انشالله برادری از حقشون دعا کنین. دیگه الماس کجا شد؟ الماس اگر باشد که یگو مهمون باشد مهمون بالا کنه. نه موزی میویم. سلام علیکم. بازم یک بار دیگه خوبه برادران. تنجه من امروز یک برنامه را نو کرده اعلان کرده در مردم گفتم که یک نظرسنجی بکنیم که این مردم واقعا طرفدار ما یا که نه. ما اگر 10,000 بیننده بگیریم در یک ساعت انشاءالله که خوبه. برادر الماز برای بیننده زیاد شدن دعوت میکنیم چوپلسو را دعوت میکنیم برادر مبارزه به منطق به مثل مقصد که همو چوپلوس وقتی خچه طرفدار رحمانوف میکنه حتما معرفی ای تربیت مدرن ای تربیت خر میکنن. شما هم بیاین در این میدان ما با جای خرپروری هم داریم. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. نه ما خواهش ما جمشید جان خواهش ما همیست که همین هر کسی بیاد دیدگاه نظر خودش مطرح کنه در چوکات ادب بیاد صحبت کنن. ما یعنی میشنیم شنونده هستیم همینجا. بله ابو باندید سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. جمشید بای خوبی چنجی سازی. سلام علیکم و رحمت الله. جمشید امروز تعریف کردم تا چقدر کانال گرفتیم برو وردین هوا چه خیلی نکنین. اکا ما در این میدان برو اومدیم که هر وقت هر دقیقه نسبت همین ظلم ستم رحمان رو سر کنیم و ملت مون بیار کنیم. بیا برادر از میگذاریم تا صحبت آزاد. بسم الله. گفتم یک همون چیز مکتب 21 همونجا یاد چی کنیم تا نوار بگیریم ویتیم نمونده که شاو شده که تاریک شده دیگه. استادی برفت همین خچی میخواستی بگوی در میدیا برادر عزیز. نمیه آوازاد همین قچی را میخواستی در این میدان سیاست بیاره برسونی مقصد نوار میکنی. این میدان سیاست هم میجوشی همه میدان سیاست دیگه بغرض سیاست دیگه اون چی نمونده هم دنیا. ای اخی مکتب صورت میگیری یک راست میگیرم این روی میکنی
تو گفتنی که ما بیام سازش کنم رو جو اسمت رو میگم تو که جو میره حکومت شهر دگی حکومت شهر دگی انمو برافت اونجا برای سوراتورا نشون بده خدا نگهبان باشه کمی هست خیشی تموری باور کنم قبیسوش دهین سافتون از اسم پروردگار یخ تبار که گم کدگیم خیلی شاید ان شاء الله کمی هست نیست نمیدونم برای بسیاری بعد دین یک مدت وقتی که ما دارم خلی ظلم گاب دادم شما همه توی خوردین ها تقایی و امکی و امک بچه برو مدین الله هدایتت کنه شب خوش اکل ما دیگه شبیار طرف ما هدف کار ما طرف رحمان پای امک بچه شما دام بگیرین بابا جان ولی همون کامیرات هم میکشتی صحبت میکردی و که میفراد همون خیلی صحبت کنی امک بچه برین دیگه دام بگیرین اون روز سختی که ما خستیم در بر برادرام میسودیم یا دیگه خش تبارو توف با مثل شما انسانو که ما خش تبار خمون اومد داشتیم در حالتی که سنگین اومد بالای سرمون بروزین شما ما را پرت افتین میدونین نمیوره برین دیگه دافشین ما قفای رحمان گشتم میگیریم من قطعی بغارمی شای بدخشانی شای خوجاندی شما یک زبان میوم یک دیوجو خخمه از زندگی من برام دیگه هو بخوردین کراوچه اجا خش تبار خلت حکومت خ قطعی خود دیگه ما گاب ندارم 4 تا 5 داگی پرچوگان بیار دیگه شاک الماس алмаз дай чизе кубу фармуд салому алейкум Еще раз здравствуйте. Я хочу продолжить свой разговор. Я там пожалуйста закончил о Башкирии. Там вот Башкирии, спасибо им за то, что своим детям, своим вот этим сказали, что если вы военнослужащие или работаете в внутренних органах, ваши дети, если будет нам мешать, они создавать помехи на наши выступления, то мы и вас, как башкирии, не будем считать. Поэтому все вот работаешь в органе, даже в митинг не помешались. Они осознали, что они рождены башкирами и сыновья Башкирии. Поэтому милиция нигде им помеху не дал. 3 дня подряд у них шел демонстрация и митинги. Помимо этого было еще в других регионах, там пикеты, всякие эти, что действительно в данный момент власть немножко чувствуется, что слабеет. Благодаря тем действиям, которые активизируются, все вот эти деятельность народа, потребования, поэтому в каждых регионах, в каждых республиках, в каждых государствах уже появляются изменения. Я надеюсь, что все это будет активизироваться и диктация против народа своего уменьшится. Смотрите, в данный момент, допустим, в Киргизии и Казахстане тоже против России очень власть борется. И в Узбекистане начался все это. Они хотят вот под влияние других государств, диктаторы, свою диктатуру продолжать. Террорист не те, которые вот требуют своего гражданского этого, а террорист тот, который действительно не дает род развивать и защищать свою праву. Поэтому рождается терроризм от того, что действительно терроризм рождается от того, что диктаторы только может диктовать, а простой народ не может простейшее свое слово сказать. Их считают как террористами. Смотрите историю, которую мы прошли, особенно таджики, узбеки. Вот вы мне скажите, при революции собственность нашей земли, все, которое было, Красная армия пришли и нас басмачами назвали. Тогда было басмачество. Басмачество это обозначает, что это кто-то прижимает и отбирает у кого-то. На самом деле те басмачи
защищали интересы народа, свою религию, свое государство. И так, уважаемые гости, извините, пожалуйста, я вас хотел прервать. Подскажите, пожалуйста, вы с какого сейчас города с нами на связь? Вы, Джамшед, лучше не интересуйтесь. Я очень закрытый человек. У меня очень большая противники. Я не в одно государство. Несколько государств, как этот. Уважаемые гости, меня и так знают, где я нахожусь. Давайте мне осложнений не давайте, ребята. Я с вами, я с вами. Можете молчать, пожалуйста, в конце концов? Ну дайте, тогда мы дали вам площадку, вы начали говорить уже то, что хотите. Какой гражданин вы страна? Паспортом. Вы меня лучше не спросите, я с вами, ребята. Уважаемые гости, из Афганистана тоже к нам выходит наша политическая площадка. Подождите, дайте я вам скажу, пожалуйста. Медиа просто это наши поля. Вы поймите нас правильно. Если хотите, я с вами буду общаться. Если не хотите, пожалуйста, даже я свою нацию, народность, гражданство не имею права вам сказать, а то я под следствием. Мы хотим послушать нашу позицию, пожалуйста. Если вы не я знаю вашу позицию хорошо, а вы не знаете мою позицию. Если вы не гражданин Таджикистана, вы вообще не имеете наша вот политическая площадка прийти нам, слушать там еще то другое. Если хотите помогать, спасибо большое. Что мы хотим, то и сделаем, это мы будем определить. Если гражданин просто Таджикистана... Джамшед, ты очень грубо разговариваешь, дорогой. И это не имеет значения в том, что я тебя не защищаю. Я тебе просто глаза открываю, говорю, что ваши действия правильно. Я знаю, ну просто видите, на вопрос вы не хотите отвечать. Я тоже не хочу вас какой там не грубить, не оскорблять, потому что на улице, извините, есть тон какой-то у меня выше. Я спрашиваю из Афганистана, вы послушайте, в Афганистане нам выходит, например, выкручивает и выталкивает, вот был там какой-то стрима, там лидер партии группа 26 Сурова, начинает просто нам, с той стороны он сам живет, на себя посмотри, начинает там нам рассказывать сначала, что мы хорошие люди, мусульмане, там, брат и той другой, в конце заканчивает, что Рахмон был, ну как-никак Афганистана посмотрите, потом от 90-го году к нам пришли на помощь той другой. А мы как им ответим? Спасибо большое за вашу помощь, мы очень благодарим, все добро пожаловать, пожалуйста. Если вы чужие просто гражданин другое государство, мы на нашей площадке вот так всегда людей вот рад, и всегда мы готовы их рад тоже сопровождать. Вот наша позиция просто к чему заключается. Вот скажите теперь ваши, ну, какой-то там алмаз пускай решает минуту, и другие люди будем принимать. Может, вы дядя говорите там, братом говорите, и будем прощаться. او بچه را هم خیلیش کرده که مونده برمد برفت. خب او چهره خطی بود یا به چهره؟ الماس چهره قطیه این مردک چهره قطیه. خب برادرانی عزیز من، حیات کامرات هم میکشی یا که همو عبایات نشان میتی؟ بکشی، اگر کامرات قبولت کنه صحبت کرد، نباشه بکشش که کامرات کی بود جاگون. خب امام علی رحمانوف، سلام علیکم امام علی رحمانوف. خب امام علی رحمانوف نبوده است. خیلی بیایی برادر. سلام علیکم. اینه. علیکم سلام برادر. اما کامرات نکشتی؟ هیچ گپ نه برادر، یکم جای ترس نداره. بکش برادر، درود داخل گفته باشی به برادر عزیز. اگر جمشید من با تو یک دوسته صحبت کردگم در لشکر بسیار من طرفدار شما هم میخوایم که دیگه وطنی ما آزاد باشه. یا آواز زیادی که الماس در سودیا کنترل که برادر است. بفرمایید برادر عزیز،
چی گفتن در نسبت ستم و ظلم کمیته امنیت امروزه وزارت حکومت خودش دادستان پروکراتورش ارتشش روزا وزارتش نشد من تیارم جانم فدا کنم تا که مردم ملت من آزاد باشند. مشکل شده اگه برادر از ما میفهمیم بالای ملت یک بوتی نازنین 31 سال اومد این مغزای همه مردم برادر عزیز یخ کرد خواست که همین قشر جامعه را به نسلین بودوشش با فرزند اون ارکمانش بسپاره انشالله دیگه برادر از ما و شما نمیگذاریم که برای وطن ما را 32 سال دیگه هم خیلی کنترل کنه رکلام کنه بگرده. ما میخوایم که تیز همین ازبا بشیم ای پرازیت رحمانوف بریم قفای کورو بر دیوجو خیخمون کاک پاپاتسانس که بریم زندگی کنیم که دارو قشلوق دارو دهوی که بله بله من طرفدار شمایم. بله 100% راست میگم برادر. باور کنین اگر که من بعضی برادر گروه 24 گروه اصلاح گروه مردم صدای مردم در داخل شدن نمیتونم تا که آزاد صحبت وقتی کنم. باور کنین که تیارم جان فدا کنم. برادر عزیز وقتی که در بین مردم آشکار برآمدیم ستم و ظلم رحمانوف گپ میانیم شما ما را توغری بفهمیم خلق ملت که هدف ما اینمی بود تبلیغات بردن همین رژیم را دربارش نقل کردن گپ زدن نشان دادن ستمش در روش نوشتن توف کردن در روش تخم شب کردن. شما دیگه برادر عزیز با یک راه یک کار دیگه شو فکر کنین در رو هر کم بشین بین هم دیگرید جمع شین سه چهار جوان مردی بین هم دیگرید همین موژیک شین همین مسئله گپ زنین که باید چیکار کنین که آینده فرزندای شما خود شما ای ستم و ظلم آزاد شین. برادر و دوستو کسایی که ما را میبینین امروز یا خیلی حیران موندگین اینا بدونین بگیرین در خودتون که خودت اگر نخستی برادر عزیز نمی دایجات خطی یک چهار تا پاکستانی سریوزنی یا تغییرات وارد نکردی هیچ گپ نمیشه به خدا. میفهمین برادر عزیز بخیزین بکنین یک کار بکنین این وطن شما این خانه و در شما زن فرزندای شما ببینین که احوال ما رو به گجا آورد رسوند. امروز آدمی بیگناه یا تاجیکستان رفتن نمیتونم بیگناه برادر عزیز گرفته سم میفهمی وطن ما دودا گشام هستیم. افسوس میخرم که چهرم آشکار شد اگر ظالم ایدرونت کو یک کارات میکدم ما همه عقیدم انشالله قطعیم بد هست میمونه. ای رژیم پرچوگانی پوتین در مقصد شب دیدم چند کلا پوز در درویشان بودیم دیدم چی گپ چپای چخه شما ستم ظلم میکنین چخه شما مردم از زندهش قیم کسین. رحمانوف در خانه پدر زیدی خدیدم پدر در خود پدر نالت های یک تا دیگه باینمی کرمل و چانه حالت رنگی خودت میفهمین برادر عزیز زور من آوردن که در راه برو اومدیم امروز من به اروپا و یک کشور رفتیم ما به خدا قسم نیاز به کشور نیاز به زندگی سوپرمن ندارم من وطن ما بده برات دافش تمام هوی خورده اجا ما زندگی میکنم کاریت نباشه دیگه به خانه داریم ما بازن فرزند ما نمیتونه جای کار سوخته که هوی خورده اجا این پسنا سرادا دورن دوست چیده هستن یا که میبینین نشه فروش و نشکش هستن برای چی کیرای خیلی کردی زورش میگه ما با که باید بیام بخرم اخی تو مرا بته میگه خدم که ندارم میگم خبره که دست چی می دیگه نمیدونی که جو مراجعت کنی کی کد رحمانوف تو کدی کی نقش داد برنامه یتیموف تو کدی کی مردم در دروست هر سوکات رمضان امضا تو کدی کی برد حکمی کلام قاضیات پروکراتور تو کدی کی برد حیات رسول سود تو کدی کی قتل میکنه این تو کدی تو رحمانوف کدی با همین نظام ساختار دین مدامورا برادر عزیز صوبه کلمازی برادر هم جواب خخ خداحافظی کنیم یا اگه برادر دیگر داخل کن اگه چیزی که گفتنی باشه برادر عزیز بفرمو نه که در استودیو آدم زیادتر میخوام که فکر نظر دیگران رو هم بگیریم که تا کی ما رحمانوف میترسیم. برادر سخن گفتنی بسیار داریم با هر کن در تکاز زمین علم میکند با هر کن که میخوام که چهره آشکارا برایم دیگه نمیدونم با چهره دمو در کار نیست کار دمو در کاره چهره کارش میدیم برادر عزیز باور نکنه من در شهر مهاجرم دیگه شرایطم 100% دیگه دل کنده شده که میخوام وطن باشم گدا باشم در وطن باشم. تمام در رقمای تلگرام ما زنگ زن انشالله دستگیری بینیم وطن روید میکنیم شیرنر به خدا قسم همین قاعده ما بیان گای ما رو بگیرن اگر که همو
ای وطن به وطن دوستار نباشیم. الله برادر تمام جمشید، من گشتنی با شما دلیل کردم، یک دو سه بار با شما بالیچ کردم برآمدگی مرا میشناسم. بعضی برادرای شما مقصوده در 800 تا رفتار برادر شما. عزیز، برادر از در تلفن من یک ماده 800 تا 800 تا برادر عزیز بگیم زبانو که گپزنی و پروفشنال سابشن برادر عزیز شاید یا که یا که نه ما خروسی گپ باید نیست. خیر ان شاء الله خیر برادر عزیز، خدا نگهبان باشه، در تماس زنده باشه برادر عزیز. شب خوش. خب این برادرم تا چند میره واقعا این ها عثمان خوجا سلام علیکم. بعد عثمان سلام خوجا علیکم و کی؟ رحمت الله و برکاته. بعد عثمان خوجا امام علی رحمانوف. سلام علیکم و فرمایید. رحمت الله و و برکاته. علیکم بازی السلام. میرم. بله برادر الماس بازی خوبی احوالات شده مونده های برنامه. برادر الماس چی گفتنیم از خطون یک مقصد التماس دارم. من همین مادر عبدالحکیم هستم. مقصد همینجا روی حق خطا همون بمونه. همین روز کسی وارد نمیشه و تو همین مدیراتور ما رو اسکریشات کردگی ما در برنامه علاقه میکنم. اما ها رو میگیریم انشاءالله ای مدیراتور. وقتی که در کار هستن نمیدونم، وقتی که نو در کار باشم پیدا میزنم. برادر جمشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توضیح احوالات خوب است؟ سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد برادر عزیز، امیدوارم شما خوب باشین. یا برادر عزیز بفرمایید فکر پیغام تا در استریم میگه برادر الماس بسیار امام در راه هستیم، در سفریم. فرم برادر عزیز. نه بیم قبول کنین دیگر رو با ان شاء الله وقت ما میداریم گام زنده میزنیم. ما باشی. خب خدا نگهبانت. تشکر زیاد. خب برادر الماس امروز خواهش می‌کنم که یگان چاپلوس بیا برادرای عزیز ما را 1400 چند نفر تماشا داره، ما 350 لایک داریم. خطیه بی همه 1000 تا لایک بونه 1400 تا ما 300 لایک داریم. 1000 آدم پروسه تماشا داره. برادرای عزیز دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. امام علی رحمانوف سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم برادر السلام. الماس، برادر جمشید شریفов سود هستین، خوب هستین انشاءالله. الله نگهبانتون باشه. الله در حفظش نگهبانتون بگردونه. برار به کسب و کارتون. موضوع چی است برادر؟ این موضوع بابا علی بیرون برویم. رحمانوف میترسین برادر عزیز. تا زمانی که برادری ما تا زمانی میترسیم که ما خودمون یک کاری نکنیم. رحمانوف هیچ کار دیگه نمون که بر ضد ما نکرده باشه. مردم مظلوم گرفت، تروریست اعلان کرد. مردم گرفت دزد اعلان کرد، نرکبران اعلان کرد. دیگه هیچ کاری نمونده است که ما را اعلان نکرده باشه. البته بیرون منکر روزی دانی محمد هر کسی که میبروی حقیقت گپ میزنه تروریست های خواهین های وای. مقصد که یک کاری نه یک کاری بد در حق مردم میکنه برادر. مقصد که دیگر نمیدونیم چیکار کنیم برادر. ما اگر خود ممکن نخیزیم هیچ کمو را نمیبیه یاردم نمیکنه. این رحمانوف اگر نخیزیم نمیره. جناب رحمانوف رفتنی نیست. بعد خودش چندین نسلای دوره که میخواه. تولد شما چنده برادر؟ برادر من برادر کنم گناه نیست انشاءالله هستم برادر. آوازش قطع وصل میشه و کلم از مادر نمیدونم شما ده نفهمیدم اکای جمشید. میگم تولد شما چنده؟ 2002 برادر. مقصد که در همه عمر جوانم برادر میتونه هم ظلم برادر عزیز یه دقیقه باش. من هم یک اکایی که خود 12 سال کلانم در همه حیات بگیم برای خود برسانم که دودرکو من خودم شخصا همی خود 12 سال هم خود پاپاتانس که مجلسوی قرضارم که همی خیمو اکو اگر که صفشون زیاد میشید ولی شاید شما در زندگی تون عذاب رو میکشه نه که اکو یک قسمتون فروبشون کردن پرت افتانتون در خط خیال یار شو نیستی.
واقعی خدا نگهبانت باشه تا صحبت‌های بعدی اکل من دیگه به براشکه اگه برادر قبول کنه سلام بابا جون یک چند سخن دیگه کنیم برادر وقتی اوکی جای سخن ما استریم بگم برادر جان گوش کن برادر از اینجا کنیم ببینیم مرا خواهش میکنم جگری ما شما ما آدم زیاد تدایجا که قطعی و صحبت کنیم خب تشکر زیاد سربلند باشی وقت مناسب ان شاء الله شما دم رحمت برادر زنده باشین کم نیست برادر جون ان شاء الله علی قدم ابراهیم خداحافظی کرد اینش برادر غرمیمونه قبول کنیم من میخوام چاپلوسای نخلیخ چون چوت که موجود میدونن در زندگیشان بدون تحقیقشان بیایند در این میدان در این پلاشت‌های سیاسی دفاع کنین ای رحمانو حق تو نه ما میدونیم شما را مجبورتون میکنن عذابتون میتن برای قائم و ناچاری در این راه میبرین این راه ده هر دی طرف خود طرفدار رژیم میکنی خود زید رژیم میشپی هر دش عاقبتش مردن یا مریض میشه میبری یا هر دش عاقبتش مردن نه اینکه طرفدار مخالف قطعی رژیم دن هر دی طرف عاقبتش مردن پیش خدا رفتن شما رژیم انتخاب که اگه نیستین خیلی ما میبینیم تون او دندانشان تیت و کار غضب نه شما را مجبور میکنن بر ضد برادرای دوستکای ما کسایی که مبارزن یا کسایی که ایباری همه یک قیمتی و زندگی حیاتشون گذاشتن شما ما مثل ما هم یک خون یک رگ پیوند یک کس هستیم ببینین هم درد مردم کنن حرکت کنین که بر مختون دشمن نکنین ما خارج میشم برادر الماس اکرم محمدی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مرحمت برادر عزیز پلاشتکا شما ما خارج میشم چون در راه تشکر زیاد روی سفید خب برادر الماس سلام علیکم خوبی؟ سلام خوش آمده بیای برادر عزیز خب گفتی که بیای اومده خب موضوع چی است دایر به کدوم مسئله من نو در اومدم موضوع همین است که تا بکی از رحمانوف میترسیم تا بکی تا همون روز میترسیم که ما داخل مو باوری نداشته باشیم ای ایمان مو فهمیدی در ایمان مو اگر خب در دین مو در گفتار و رفتار مو باوری نداشته باشیم خب صادقانه نباشیم تا همون روز شیطان در بین ما میدرایه و به هر راه و نمودی که باشه ما را ترسانده میگیره برای که خداوند خودش گفتگیه که وقتی که شما ای حقیقت و ای عدالت دورجویی میجویید و همو ایمان شما را ضعیف میکنن همو ایمانی که شما داشته همو شجاعتی که شما داشته هوای را از شما میگیرم همو شجاعت شما را در دشمن شما میتیم حال اون که وای کسی باشه نباشه برای هوای باید که ما همه وقت با ایمان قوی خب برای عدالت خدا را عدالت انسانی را پیاده کردن در زمین خدا علل خصوص در تاجیکستان ما باید کمر همت بندیم خب نیست یکون چوپلوس نیست در اینجا مخالف های موافق های نیست یکون کس که گپ زنه سلام علیکم اینجا تا بگیمود اومدگه سلام علیکم سلام علیکم بیا بگیمود ای آب بیا بگیمود خودتی بگیمود نرمال گپ زد از سر کلت بالا به دشنام به تحقیر میتونی گپ زده شما دشمانو تحقیر کردین کو برادر عزیز بگیمود نوشتگی تحقیر نمیکنم خب بگیمود نوشته خسرو همونجا رو بخون خونده میتونی سواد دارین الماس خسرو بخون تو چی آدم ها را تحقیر میکنی بگیمت همون بگیمود میشوه با تو جکی ها در سر کل بگم میشوه در سر کل هر دت بگم خدا هدایتت کنه خیلی را کنه تو
Руслан меган ки умни галава тупой волос бросает. Хоб, нигаш абро. ای بگی موتور همون برند ادرنه همون چالچوق شو خودشو جفیار وای گردن دم قلمقای آب شو وای غلطیدن میگیرن گشتن میگیرن به همین خاطر برادر عزیز خواهش میکنیم که دشنام نکنین ما من خیلی نمودم بگیمات هم خیلی نویسگی بده من نشوه که کرکدیل تره بخونم برای که تو بگیماتی بعد اینجا یک برادر دیگه هست دو کسی دیگه اجازه دادگی نیست خواهش میکنم که بروی این چینم داری 4 تا 80 دلار شما اجازه دادگی نیسته نمیتونه وارد چیده الماس давай пообщаемся кон тохоями расмай салом алейкум Еще раз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алмаз, слушай, я вас очень прошу, будьте бдительными. Когда вы разговариваете, очень аккуратно должны вы разговаривать. И как в народе говорят, не надо между словами, как Джамшед, кидаться и свою твердить. Если вы не можете слушать людей... горячий, поэтому он вас не узнал, походу. Если вы не можете слушать, вас даже не слышно будет. А Джамшед очень меня обратно звонили и еще попросили, и даже в вашем чате я посмотрел, что Алмаз тебя ждет. Я обратно зашел сейчас. Это дело политики, в-первых. Он не должен тут меня, как адвокат, как прокурор, допрос устраивать. Я ничего плохого не сказал. Я, в-первых, народу Таджикистану благодарен за то, что они взяли такой смелость и дорогу другим народам показали. Я благодарен в-первых киргизам, что они несколько разов реформу сделали. Я просто историю говорил, что да, действительно, в свое время басмачами нас назвали, как в данный момент террористами называют. Тогда басмачества не было. Русский, Красная армия пришел в земли Средней Азии. И нас назвали басмачами. Басмач это означает то, что они зажимают и отбирают, убивают и издеваются. Но наш народ, наоборот, защищал свою землю, а их просто обозвали басмачами. Сейчас за свободу слова террористами называют. Вы не думайте, что ваши деяния – это плохое ваше видение. Террорист – это тот, кто диктует зарождение диктации, диктатуре, зарождение терроризма. Поэтому вы вперед должны пойти. Я об этом хотел сказать. Я просто вам хотел обобщать все то, что вот народ Башкирии, как они борются в данный момент. Они говорят, во власти кто сидит в Башкирии, если будет мешать нашим движениям, мы того за башкирами не считаем. Поэтому остерегайтесь и против нашего восстания не выступайте. И их дети их ослышали, даже ни одного милиции, ни одного органа. Им 6 тысяч на демонстрации вышли. Вы поймите, наоборот, вам, таджикам, народ благодарен, что вы, находясь в Германии, не в своем земле, немножко смелости набрали и против Рахмона выступили, яйца кидали. И вы, большинство народу Средней Азии, другим диктатурным республикам показали и глаза открыли. Больше у меня слова нет. Но когда вы общаетесь, смотрите, не задевайте людей, чтобы к вам пришли. У вас
особенно в Восточном Таджикистане, очень нецензурный народ, очень неграмотный народ. Я вам скажу, Северный Таджикистан очень грамотный, аккуратный, культурным обращением. У вас кроме матери, кроме отца, кроме сестр, больше наказаний нету в восточном народе. Вы таджики, я вас хорошо понимаю, но цензура должен быть цензурой. Авиценна, Хайям и другие ваши предки, которые вы гордитесь, их тоже уважайте, с уважением подходите. Вы в эфире находитесь, ваши сестры там слушают, а вы своего какого-то членства показываете. Вы поэтому Восточный Таджикистан именно. И потом громко говорите, что я тоже мусульманин, я вас не задеваю. Мы мусульмане. У мусульманов все покрыто, закрыто и не в роту. Когда в рот берет такие слова, такарата не останется. Не ругайтесь, пожалуйста. Все, стараемся, я брат. горю. Стараемся. Спасибо, спасибо. Давайте, дальше продолжайте. Спасибо, и борьтесь. Борьтесь, чтобы была справедливость и даже мельчайшие ваши отношения друг к другу не нарушались и сплотились между собой. Давайте. Спасибо, брат, за совет. Спасибо, брат, за советы. Ваши это обращение слышно всем. Спасибо за то, что вы такие справедливый и хороший человек. Спасибо. Мы от вас учимся. Давай. Спасибо. Я виду. Давай. Спасибо. خب برادران گرامی قدری من ما را 1600 نفر تماشا دارم متاسفانه 500 لایک نداریم بمونه لایکورا بمونه لایک نمیشه مجید سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام سوزی خوب بابا الماس تشکر فکر کردم که سلام علیکم بای برادر غر نشته که برادرم بله بله غر مام دا باشه شیرین علیشین براک شه برادر سلامت باشه برادر الماس همین جوختم بدرور همین زبون همین کلمه زبون روسی ای و ای یا اردوی بود یا узбек بود یا توجیک بود همین درامدی минут 3 или 5 Ами воспитать надо, богу я отдам хма 31 год нас воспитали, это нам хватает. Чем эким мы друг башкири это делали, русский того делали, иш фалон делали. А бача будет. Ака максадش که مقصد شما یاد بگیره، شما را میتونه شما اویتسینه داره، خیام داره، این داره میگه بعد کنتر سخت نره، روز جمشید کنتر سختش گرفت. و همین خاطر کنتر درد داشت، هم گپوشا گفت. امو این خاکی تریج میشه. بعد دیگه برادر مقصد حقارت نکنه مقصد همین باید که برنامه‌های ما برنامه‌های حکومتی باید فرق داشته باشه که ما باید ادب و عدالت رعایت کنیم 100% اکا جون 100% باید هر چیز دیگه که ما زمین تو میگه که نمیشو پراسموتر بیشو شو میشو وای شو یگون آدم براتن 5 minut جو допускать نکه گابزنه اینجا مانو نداره تا فلونی ما بهمدونو любой адам буг бародар 5 минут та 4 минут اجازت مسد گابزا با برادر گابزا میشو پاسمو دم که در نش میره و برادر انا این همه بعد خودت همو خمیشه باید چیزگا برادر جون همین تما که میشو قبدگی که میشو امرو وای کردگی اتکلیت کردگی همون نشد همون تما گابزنا اینا بعضیش میدونن همون جامینون کیچنم دوره ایدیگو چیشید فلانی چیشید بهمدون چیشید ای بچه مردکی بود رو دوخی مردکی دوری دیگه چیز دوری میسوچنم دوره تر اتکلینی که گاب زدم میتونی جا بود رو بگه گوش که تو فلانی بهمدونی نیم گاب من مقصد این گپ اسخان زدگی مرا زدیبات کردگی تمام چی دار کنم بدرو فلانی چی فلانی بهمدون شی راست نشد تما مقصد همین نشد توجیکستان نشد رحمان و نشد فلان بهمدون همون تما را کپی نشد همون گاب زمین برادر جمو چی دار کنه فلانی چی بهمدونی گجوشی این گپو گپ نشته برادر سلامت باشه
زنده باشین اکا جونو. هم تشکر بگو الماس مقطع خیلیش تموم شد اونو بختون 55 minut چید نمی اودن سیم بره میدونه یک گپ زده ایستا امی یک گپ معنی نداره برادر جون 5 minut نمونو زیاد گردن نگون چا تمام انشالله که کمبودی را اصلاح منیم خواهش هموده که اگر چی باشه اگون بفتن که اگون سخن زدی باید زده نیستیم یگان مشکلی نیست خدا نگهبانت ای سپاس اینه که تمام 3 دقیقه یا 4 دقیقه برادر عزیز بسم الله میگوی سر منی بعد نبروی میره اول باش هم که اگون جو اسنان داره برادر جون زنده باشی باز این انشالله هم الماس جان من امیاد کلمه میزنم که همین چوپلوسا جواب دادم من قیصدم که چوپلوس نبرومد یا که بیستم همینجا نه آجی بیست همینجا کویا که اگون راش میویا این همینجا یه نفر دیگه هسته به نام خالد سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب هستی برادر الماس برادر دارم الله حفظ کنه هممون را موفق کنه در این رو موضوع چیه برادر جون توبکه ای رحمان میترسیم توبکه وابشه نمیترسیم باید نترسیم وجه بس ای باید وجه 32 سال مباینی ازبیکو دم خرمانده میگن نخود یه حملیت گم که نتونین در پیش قرقیزو شرمانده ایم ایره باید وجه دفع کنه کنه ای رحمانو یگام انسان چیزی خیر خوبی انتظار نباشه چخیلی که ای شیطان یا چیز انتظار نستی ای رحمانو هم باید هم خیابون چیز انتظار نشوی ایره فقط میمونی چنگرک میمونی تمام سرنگون میکنی ویس اولاد و اجرقش خیلی باید گم شوه خونی ملت همه کیدن خونی دولت خونی وطن همه کیدن برادر التماس همه گپایی که چنگرک همینا رو بیا ایوان بریم التماس اویسته اگر که نمیتونیم اویسته باید این پروسه پرودیفان همی چوپلوسایی که حقارت میکنن ما ملایم تر کده گفتیم شونده اشتو بفهمه ما میتونیم یه نمود حقارتی میکنیم که در لغت شما نیسته نه که میبرن چین چیو میگن فرهنگ ما باید که فرق کنه فرهنگی باید بله برادر بله ما 100% راضیم گم نیست برادر هم که باید رامون سرنگون کنیم دیگه اون راه نیست نترسیم باید تمام انشالله سرنگونش میکنیم استغفار رحمان فی پدر سک الله لعنت کنه تروریست نمیردین خدا نگهبانت خب برادران عزیزی من مهاجر بیا خیر مهاجر قبول کنیم بعد سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام برادر عزیز بفرمون تا کی ای رحمانوف میترسه تا کی نه من با همه کلمای امی اکای خالد 100% راضی هستم اوجه وقتی ترسیش نیست دیگه اکای الماس باید اینجا گپ در ملت پرستی نیست لیکن نباید هر کس اینجا باید ما را بیا پنیتکه بتا اینجا شما سر کرسی شیشتگی نکه باید شما ما را پنیتکه بتا اینجا داداری برایچکه تو باید نخیلی وظیفه داشته باشی لیکن بو بیاین جک کلازردی گپ زنه مقصد 1000 آدم اینجا بشینه و را گوش کده اینجا چند کسی دیگر آز اینجا کامنتاری را ما اهمیت دادم اکه جمشید هر گپ گفتن و یا هر گپ گفتن مقصد دیگه گپو نباید باشه اینجا کسی دیگه ما را باید صویبی نکنه که همین خیاسته برادر غارم باید همینجا 3-4 مردم برادر من در صحبت پیشتره رای نبودم نه که البته همون ترای باید مقصد یک کلام داشته باشیم نه شما مثال کار پیش برندهاش باید ما ایروی شما مقصد که چی داشته باشیم نقشه کاری داشته باشیم باید چی وظیفه را اجرا کردن در کار باید دیگه ترسیدن در کار نیست ترسیش 32 سال من 24 ساله ام که 24 سال شد من دال یاشی من در تاجیکستان گذراندگی نیستم که 7 سال شد 8 سال شد من غریبی در خنکی بر توزه میکنم میگردم که از این ارکمان دیگه بیا 32 سال دیگه من مقصد بچه دار باشم بچه من میگه آتت در روسیه کلان شدی در تاجیکستان نمیری بگم ما چی جواب میتیم را مردم بخیزن بمونین لایک را پدیلیت کنین مردم اوجه ادکریتی بفهمونین
این دیگه یگان کسا نمیتونه قبیده و همه مردم уже میدونن کی چیه، کیه دز، کیه مردک، کیه مخالف، کیه پیشبرنده دولت. بله. خدا نگهبانتون باشه. سلامت باشه. تشکر زیاد. من یک چی گفتنیم برادرای عزیز، ما رقم‌های تلفن ما موندگی های در همین اپلیکیشن یا که تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک و همین چیزا، خواهش میکنم در تلگرام ما ابونه شوی یا که در رقم‌های تلفنی ما بنویسید. ما هم انشالله نیت ما همینه که مردم سرجم بکنیم، یک کار بکنیم. ما دیگه بشینیم بگیم یگان کار نکنیم ایخ نیست. باید ما یگان کار بکنیم، باید مردم بخیزه، باید پلاکت ها زده شود در تاجیکستان، باید در همه جای تاجیکستان استعفا رحمانوف نوشته شود. این هم کارا ما نیت داریم. خواهش میکنیم که کسانی که طرفدار ما برادرای عزیز بیاید در تلگرام و در واتساپ در امینا برای در علاقه، انشالله که دست جمعانه یک کار خواهیم کرد. و گفتنیم که برادرای عزیز 1780 ما دوران تماشا برادرای عزیز ما 550 تا لایک گرفتیم. بمونه برادرای عزیز همو لایکاتونه تا آخری برنامه ممکن امروز 2 ساعت دوام میکنه، زیاد نه. بمونه آخری برنامه دا بگیره شو یگان وای نیست. راست من میخوام که بیننده ها زیاد باشن تا وقتی افیر تمام شده. نه وقتی افیر تمام شد میگم که برادرای عزیز همو لایکایی که مونده خواهش میکنم که با بگیره شو. لایکات هیچ چی برای من وای نیست. من بگو که با نگوی که این پل کار میکنم، من عقل مولی نگرفته که هواش کلوچت بکنی. من داشته کلوچت چم نمیکنم. همه ولی اگه تشکر اگه چگو برادر قبول کردم اگر باشه چند باشه بعد میتیمش ده همو یک کم بغل ده. بفرمای برادر عزیز. ایخا نیستش که نه 2 نفر هست اینا من نمیدونم اجازه دارگی من به همه خودت یک سوال دارم الماس. همه امامعلی رحمانوف، آقای رحمانوف چرا که همه کروپسیه را از بین نمیبره؟ برای که رحمانوف خودش کروپسیانه را همه کروپسیه را بره حکومت از بین میره. حکومت عادل شده نمیتونه رحمانوف. پس چرا خودش یه امر از درباره همین کروپسیه گپ میزنه که فلانی رئیس جماعت ایتا کرد، 3 رئیس جماعت از دست کروپسیه گرفت؟ چون که ویرا نمیبروره که مردم معرفی کنه که همون روز در برآمداش گپ زد، تماشاش کردیم چیش وایش مستقیم شه. میگه که 3 تا رئیس جماعت توش نه اینفورماسیا داره. 3 رئیس جماعت نگاه کو میگه که رو به فرار نهادن از پشت پروکرور. آیا تو همون از 3 رئیس جماعت وقتی که تو آگاهی داری، آیا تو از کروپسیه که آگاهی داری، چرا همون رئیسی که همون رئیس ناحیه را، همون رئیس چی را در بین همه خلق نمیبروی، در بین در مجلس نمیبروی؟ بگو که چرا که همین منطقه تو برای چی همین رئیس جماعت از پشت کروپسیه گرفت رفت دیگه دولت ها؟ چرا که همین را نمیبروی؟ یا که گوش نگاه که یا که خودش ناعهده برای همه صلاحیت دادگیشان برای کروپسیه را و مقابلش همه قدرت در دست شد. اینجا فقط 2 حالت به میون میاد، یا که قدرت نداره، قدرت داره، یا که نمیخواه، یا که توانش نداره، یا که خودش در همون کروپسیه دست داره. از همین 2 یکش. برای همه گفتنی هستم که این کروپسیه از بین نمیره تا وقتی که همین خودش که کرپشنیر که هسته، فهمیدی؟ این از بین نمیره. این گپایی که میزنه که این در اینجا کروپسیه، در اونجا کروپسیه، اینا شعباز رجب زاده را برآورد در کروپسیونر. چون برای چی که وای برآورد؟ هم خودش در همون مجلس هم کارگری چی شد؟ کروپسیه شد، هم ادوکات شد، هم پروکرور شد، هم سودیا شد.
همین صلاحیت کی داد از همین جناب عالی شما را که در یک 15 منوت جنایتکار را بقپو هم پرور کشکو هم به جوابگاری بکشش هم احمد علی سود بگی جوابش چی؟ برای چی از صلاحیتش اهم حقوقای قانونی خودش پاهاش فراتر میگذاره؟ ملت دیده شده، ما دیده شدیم. برای چی ما میخواهیم که همین حکومت از بین باید برده شود؟ برای این همه خاطری، برای همین کاراش نباشه. ما تو عدالت هری آیا که 100 سال دیگه زندگی که هیچ کسی را گپ نمیزنه، تو با مردم زنده ای. مردم هازی در پسترین حیات مردم در پسترین حالت هست. نگاه میکنه که نیروهای خودت با چخل لیموزین و با کدام یک چیره خارجی را قبول میکنن میبرن درای ورزاب و درای نمیشی با دخترکای بیچاره توجی که پیشکش همو مردم بیگونه میکنن. البته که مردم اینجا به شور میآیند، البته که هر کس که کم کم ناموس انسانی و ایمانی داره وای از شما ناراضی میشود. بله هسته یگان کسی که الحق. سلام علیکم. و علیکم سلام. میگن که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. سلام علیکم بچه، خوبه که اینجا که شما آزی میگید که باید فرهنگ ما از فرهنگ او فرقیت داشته باشه. شما خویه ما را ندارین، خوینای ملت ولی فرهنگ تونوس بسته. دو کلی به سوار آمدن نگد میکرافون اوخی داشت ما هم موجیرم تر ناشرگی سری ناشوشته داخلی من تر چید بگم دیگه آخی مهاجری نخد بلاکت منم میره. من در پدرم اگر بیایم خیلی دشنامتیه بلاکش میکنم، فرق نداره. نموندش گپ زنه میموندش گپ میزد آخی. من همین خیلی میموندش گپ میزد. من هم خیلی قسم خوردگیم که مالی چند تا سوال یا تحقیر دشنام میکنه بلاکش میکنم، عوف نمیشه من. خب آخی اینا وظیفه شونه، اینو باید که تحقیر کنه. سنبقه قربقه اینه برادر عزیز و همین نومه. سلام علیکم. من سلام علیکم. من شعر نیستم، استاد شعرم. دلینگتون در هوا کرم در کنی هر در. خدا هدایتت کنه. اینه که بیا و نگی اینا رو من این میدونی چیه؟ این مکتبی که این مکتبی که رحمان و بینا تعلیم داده گیاه، فهمید؟ اینا مکتب رحمان و فتیور کرده گیان. همه عقل دارن، همه وای دارن، فقط رقم ندارن که برای با مو بحث کنن. بابال سلام علیکم. بابال بابای خان بابال اینه. بعد میگه که تو وای منی قبول شونا منی یک همه اکانت قطعی آدم مدرویا 2-3 باشید مدرویا. برادر عزیز من 4 تا یک اسی دلاری قبول کرده نمیتونم. خب معروف سلام علیکم. معروف بفرمو. خب معروف نیست. مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این تو همون لایک ها یکنی مدار نشود، تو هم تماشابین رو نفهمی. امی روی تماشابین فهمیدن ممکنه که چند ترس در دل ما داریم یا که نداریم. 500 کس از اینا ترس هم همین فهمیده نشود دیگه. یک پرستوی عادی سوال های اگر که نو ترس باشه همین 1000 تا دیگه هم اگر روزی لایک همونن ما حق کنیم میگن که نمیترسن. همون 1000 نفر دیگه انشالله شعر نرم میمونن. بگیم درباره همین چیز که وقتی برنامه دا بمونه لایکاتونا
آخری برنامه بگیره لایکاتونه برادر عزیز. یگان مشکلی نیست. الماس گوش کو همین سگ مجبور شکر بردن نمیشه. همین قدیمش که مبارزه میبره لایک میمونه به خاطر خدا، به خاطر عدالت، به خاطر ملت وای میمونه، به خاطر من تو نمیمونه. همون لایک شه میخواه مرحمت نمیخواه بگیره همون لایک شه ولی در همون مخالفای ما بزنه. فهمیدی؟ دما در کار نیست هم لایک وای مجبوری در کار نیست یگان لایکش زوره شو هم نمیکنه. بیجا میدان مردا های میدان مبارزه های. بله تشکر زیاد مجاهد. در استودیو روسیس آدم ها زیادن دیگر را قبول کنیم. خب احمد سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امیدوارم که همه کسا خوبین. من میخواستم به شما برسونم که بگذار که برادرایی که دشنام میکنن درست که اونا یکم جاهلن، لیکن ما خواهش میکنیم که شما در حال اونا را از استودیو پیش نکنین. بگذار که یک مدت صداشو نپس کنین که دیگران نشنون. مقصد که مثل ایدیده که ایوب شما رفتار نکنین، هر کی طرفدار مخالفان میشد اونا رو هم بلاک میکنن. شما باید که از اونا کلا فرق کنین. وظیفه شما این است که شما همون جوانا را بتونین فهمونده که برادر تو درای خطا هستی، تو این کاری تو خطا است، تو وظیفه داری، تو مسئولیت به عهده گرفتگی، باید صبر داشته باشی. وقتی در راه برآمدی هر مبارزه میدونید که دشنام میشنه، پدری و مادری و برادری و هموطنی و همه دشنام میشنه، همه میدوند و همین وظیفه شما همیشه عهده را به کلا گرفتین. باید که خودت برادر الماس صبر داشته باشی. یکم وظیفه داریم که ما اونو را بتونیم باید فهمونده. با همین خاطر خواهش میکنیم که زود بلاگ نکنید. درست که بعضیاش از رمکای آدمگری خیلی دوران میشد که اونو را بلاگ کنید، لیکن در حال ما خواهش میکنیم که اون برادر را بلاگ نکنیم. بگذاریم که یک مدت در دلش بگه چی میگه بفهمیم. راست که نمیشد از رمکای آدمگری بهت بیرون است، بعد میتونی که او آدم بلاگ کنی. پیام ما همین بود. تشکر که گوش تشکر زیاد. همون خمیدیم سلامت باشی. نظر مردم مهمه. بله برادران برای نظراتون ده همینجا بابا جان رسول 5 باشید مدرای میبرای که بیا همین خطه به اوچ رد بگیرم. بیا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. گروه بسیار به پیش گوری مریم در بگیره. خدا به ایمون کشه رحمان فرنگی خوب دم که هست رحمانوفی به ایمون. بله همراه تو هستم، قطعی تو هستم به تشویش. اما صدای به پیش فقط تاجیکستان به پیش نه. برادر این برنامه ما تحقیق برادر در برنامه تحقیر نکو، هیچ محل تحقیر نکو، هیچ کاره تحقیر نکو. کوشش کو که همه گپات به وای شوم، به تحقیر شوم. بله داشه همون رحمانوف هم همون دشنا بشنه کنه. فقط کوشش که برادر خوی نه ظالمه وطن فروش دیکتاتور این همین حق داره بگه دیگه. بعد تروریست نمره یگای. بله روی بسیار با پیش. رحمت برادرو. 1 2 3 سلام علیکم. این نون نداره کو بیا. سلام علیکم. و علیکم السلام. المازوچ خیلی با. تشکر. چی گفتنی؟ تو که همین رحمانوف میترسیم. رحمانوف دیگهش کنه میترسه. همین تو که نترسی دیگهش کنه میترسه. انشالله نمیترسیم. گفتی برادر محمد باز زن رحمان پشوتی. همون خواهش منم مخلکیش نکنی. مخلکی ایکو. همون دشنامش نکنی. رحمان تنها فقط همون بابای قند. تو میگه که باشه تو گرمی چی؟ باشه تو چای خیلی میگی. بابای قند من. برادر عزیز بفرمو.
صدا کمی کنده میاد یا که دما نمیخیلی؟ همه وقت با پیش الماس بوی، همه وقت با پیش. تمام. شولا با پیش میشه. خواهش کنم برادر عزیز دستگیری بکنه. دستگیری شما پیشروی ما. شما اگر دستگیری کردی ما دیدیم که واقعا مردم دوره ما را پیگیری میکنه، دستگیری میکنه. ما انشاءالله که برنامه جدیدتر میکنیم. подписаться кадагим, лайк мондагим. Вот همه وقت چی ویدیو میبره لایک میمونیم. همین دیگه چی دستگیری کنیم با اوداش؟ تمام. همون قضیه زیادی دیگه در کار نیست. هم فکرش دبر کنیم. انشاءالله که در تلگرام ما هم ابونه شوه یک روز. انشاءالله سرجم میشم یگان کار میکنیم. این خیلی نمیشه فقط گپ زنیم و هیچ کار نکنیم. در عمل گذاشتن در کار. بیای جوانیمون نشان بدیم. بیا کلانا را امروز گناهگار نکنیم که شما هیچی نکرده. ما امروز با پگه خودمون کلان میشیم. فرزندان اونجا یک خیلامنا مکتب تیار میکنن. در فرزندان چی جواب میتیم؟ به همین خاطر برادر عزیز خواهش میکنم که در تلگرام ما ابونه شوه، دستگیری کنه. بیای همه کسا سرجم شیم یک کار بکنیم. نقشه ها زیادن. میخوام که در تاجیکستان پلاکت بزنیم. صورت های رحمان و در استالبا در قشلاق ها بزنن. شهر همه آگاه های. شهر اینترنت داره. ده ده کمتر بگیم که خینه. به همین خاطر در ده ها برده همون کاغذ ها را کلیک کردن در کاره. خواهش میکنم برادر عزیز کسانی که طرفدار ما ابونه شاید در تلگرام ما انشاءالله که صحبت بینیم در این باره. این پات اثر کردم دارم. انشاءالله همین سال با همین سرش بینیم. پات نوموس نداره. همین اولی بهار انشاءالله سرش بینیم. انشاءالله. الماس حرکت که همین برنامه چقدر با قضیق میگذاره. همین جمشید هم بسیار ضرور به حد گپای زوگا. همین تو میدونی همین جمشید در برنامه بینه هم کماردون زیاد میداره. جمشید چیز دو رقتیش؟ نه برادر گفتی خودش چود کفا پسند که گپ میزنه بچه یوش داره. همین هم خیلی گپ مخبولایده. من چیز حیرون میشم که برادر عزیز اینجا ما را 1710 دمای یا 1720 کس تماشا داره. نخواه همینجا یک کس هم بگیم که طرفدار رحمانوف یخی بد تربیهش نباشه. دو تشبر آمدن فقط دشنام امای مهاجرم. یگان محل مهاجر مخالف دشنام نمیکنه. همه فکری ما برای آزاد شدن شما. من گفته هستم که من میخوام بیام پتن ایباین ببرم. اگر تاجیکستان برده تو نمیتونم. وای او رحمان خیلی شده تربیه نداره. بود این طرفدار شایکی جو. بله. آلمان؟ بله. همین تام داریم قشلوق تولد چیدگی کلتوی باوچه خوردگی؟ نه. فیلدری خوردگی؟ ما اوچه رنگ اوچه رحمانوف هیچی اوقات نمیکرد. چه اوقات میکرد اوقات ها نوم داشتن. خیلی و اوچه رحمانوف بود که هیچی اوقات میکرده. زرش خیلی اوقات نیست. فیلدری نه راست نخوردم خیلی. من اولیچه خوردگیم اوتلرم خوردگیم پیشوا با پیش. خب برادر عزیز تشکر زیاد. یاده نفر یکم بسم اللهش کنیم. خب چه بریم پیشوا اینجا شدی. پیشوا با پیش گریخت. پیشوا پیش گریخت. خب کوبیا سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید. آواز است؟ بله. همین رحمانوف
آدم خوبه همه بنده خوبه گنده کیه نخوای درباره خوبیاش بگو. همین رحمانوف در 32 سال چی خوبی کرده به این ملت تاجیک بیا؟ خوبی کرده که هم شما را ای وطن بیرون کرده خوی نورا بس نیست انا همین درباره همین من خواهش می‌کنم کم تر بگو که من کو کردم که خواهین شدم. زمین در خطای فروختم، بودجه دولت دزدیدم. چیکار کردم که من خواهی نمی‌کنم؟ برآمده گفته استم که مردم رحمانوف دزده، رحمانوف قاتله، رحمانوف ظالمه. من خواهین شدم. همین برای همین خیلی کار در تاجیکستان خواهین میگن آدم. تو دیگه خطاگی داری، تو با او خطاگی ها کار نگی. خطاگی خط اول اصلاح کن. چی خطاگی دارم؟ بیا بگو کو. او تا داو آسمانی بالا نمون اول خطت گیرد نو تا توزه که با دیگه کار دار. تو نه سواد داری نه علم داری در کار دیپلماتی دست زدستی. همین رحمانوف هم در دیپلمات دست زده شده. همه این همین روز باید دیگهش متهم به اثر دزدی پرزیدنت. همین برنامه تو در گپ گفتنیم نه. فقط اخورات نکنی که بلاکت میکنم. نه اخورات نه. همین حکمت دارو ایس پاس همین حکمت دارو خواهش میشه که ایس پاس یگام معلم دپوتات یگام راهگذر در همین کانال شما ندارن که بحث شما گرم میشه. بله برمانی بیا. قلبی در ندروردن ای 12-13 هزار بیننده تو 4-5-6 هزار فرومد. همین ندرورن کانال شما بحث کم شد مردم در اینترستی نمیشن نمیدروین دیگه. شما با هم باین خون با همین عرض من میخوام رحمانوف بیایا، رستم امامعلی بیایا، آزاده رحمان بیایا. این همینا بیاین، همون آدمای کلیدی دولت بیان. وقتی که انسان ها میگن من میگن که تو با دیپلمات چی کار داری یا که تو سواد نداری یا سوادت کمه، شما من این حق نداره بگی برادرای عزیز. برای که من با تو عقل ما سراونید نکده شدم. من عقل ما با رحمانوف دارم سراونید دارم. رحمانوف بیاره اگر در گپ زدن در کارم بای دادم در رحمانوف، شما انا چین میتونه که بگه که تو بی سواد بوده. مردم عادی یا گپ خودتون مردم عادی همه اسنانوی مهاجرا مقصد بسیارش نمیفهمن سفید چیه سیاه چیه. هم دو بار دیگه هم جنوب یولی با دستگیری کنه همه مهاجرا را غریبا را همه طرفدارش میشه. درست همه شما دو کسانی یک دقیقه با این برادر من صحبت کنم. برادر اصلا مهاجر هستی برادر؟ برای همین باید نکنن این کارو. نامش چیه برادر؟ اصلا مهاجر هستی برادر یا در وطن صحبت میکنی؟ مهاجر. اصلا فکر خوب کردی که معلم ندارن، لیکن بسیاری اونایی که میدونن میگن ما معلم هستیم چی هستیم، اونا نه معلم هستن نه چی. اونایی که از جبردیدایی که کار زده به امنیت شده هستن مجبور میشن میدونن با هر فشار و با هر وعده و با هر یک چیزی میدونن با مخالفا صحبت میکنن. از خود گفتی که رحمانوف اگر با مهاجرا یک وعده بکند یا که یگام کار بکند مهاجرا طرفدار رحمانوف میشن. ما هم طرفدار همین چیز. ما میخواهیم که ما نمیخواهیم که ما بریم به حکومت بگیم، ما میخواهیم که هر کسی سر حکومت باشد، خواه رحمانوف باشد خواه کبیری باشد، با مهاجرا یک آسانی بیارد، بگیرد یک شرطنامه کاری خوبتر بکند با روسیه، مهاجرا یک فعالیت خوبتر کنند بیان. زیاد یک مهاجر باید 10 ماه کار کند در روسیه از همه زیاد، لیکن باید که فقط شرطنامه 6 ماهه یک مهاجر بیاد 6 ماه کار کنه، یک اویلی که بلند که بتوند برات زندگیش خوب پیش ببرد. ما همین چیزا میخوایم، ما نمیخوایم که یگام چیز دیگه باشه. تو میگی که رحمانوف یک کار برای مهاجرا کنه، ما طرفدار همین چیزا می کوششی ما کاری ما همه است که دستگیری با مهاجرا شاید با مردم تاجیک شاید یک پیشروی شود. شما چی میفهمید؟ گپ ما خطا بود که اون مقصد پرزیدنت دستگیری کنه خطاه. برادر عزیز در 32 سال دستگیری نکرد، لیکن نو
میگن همین هیزالا که هینی مردنش وایش در کار میدروه اگر رحمانوف هم هینی رفتنش بده که دستگیری مینه اگر کل شما نگاه کنه نگاه کنه همی دینا برنامه محمد اقبال بود یگان کس ندرومد بحث نکرد ویدیو زوانوک نکردن در برنامه هوا 50% بینندش کم شد نی اینترس نه و فقط زن طلاق قسمت قسمو بزب مردم در جلب میشه انا دینا هیچ کنه ندرومد بینندش کم شد اما امنیت خواهش کرده میشه که دیگه ندرورن یگان کسا کتیم شما بحث نکنه همی شما باید نختون آره با بیت جنگ اندوخته هم بگیره فهمیدی تا چند بحث بسار میشه هموقع فکر عقیده ای موضوع خواهش بکنی واقعا حکمتی ها ببینن یا بودن با سوادش بیاین همین روز در ازده تیوی درو بود با اثر دزدی یک کسی دیگر را با اینا متهم کردن نه خدا شما با او روینی پالیتیکا نیست که شما کجا بدورن بحث کنن همین رحمانوف چو همین کلمه وایت من چه پیره بود میکنیم یکی من شما را وای کردم همین کلمه شد وای سیاسک سلوفای وای سیاسک سلوفای شما هم یک دفعه استفاده برده میشه کلمه وای کدام شما را وای کردادم چیکار شو کردم کدام آدمیزاد خطا نداره وای دیگه لهجه وای کدا گفته گناهگار شد ای بچه تو کجا را نگاه کرده چه خیلی پالیتیکی دو کلمه را وای من میگم که رحمانوف وای میگه تو من ترجمه که میگه سنی دپوتاتو که من شما را وای کردادم چیکار شو کرد سیاس کسلوف چی ای انمو وای ای در توجیکی بس این فقط در رحمانوف سیاس کسلوف چی نشد به توجیکی با توجیکی بگو آخی خودمی کلمه ای که میگی به روسی به توجیکی ترجمه که بگو دیگران هم بفهمم شما همه یک کلمه را یافته که همون وای گفته بچه هم دو سه بار دیگه دستگیری کنه و مهاجرا با خدا روی شما را دیگه نگاه نمیکنن میدونن که هم خداوندان کریم همه رحمانوف همه مهاجر را دستگیری کنن با خدا نه که رحمانوف ای مرده کفن میگیره میدونی ای مرده کفن شای قشا میگیره خواهد چیده سیری این سیری کبیری را نمیبروی نمیگی ای رحمانوف میگه ای کبیری نمیگی کبیری سیر داره که من برگوش کبیری اثری دولت نبود بوجه در دستش نبود رسانه نداشته در تاجیکستان من چی گناهگارش کنم رنگ من اورم مخالفه تمام من دو گپت میگم و شبه خودت میگی کبیری چند بچه داره من نمیدونم من ندیدمش بچه‌هاش من دو بچه‌شم میدونم تو وقتی که دام دوشنبه بود دو بچه‌شم میدونم پس یعنی последний مدل ماشینو در تایپشون ماست الاس میگاش کی آتش حزب نهضت اسلامی یادش بیا خود دلیل بیا فرزندش کی بود که ماست الاس بود نامش بگو نامشو نمیدونم من نامشو نمیدونم کی ایو تو گفتی من میدونم دو سر ماست الاس میگاش تو بیا دلیل بیار تو نامش حتی نمیدونی تو چی میدونی که با چی کاری بود ماست الاس همو آدمایی که درگیرش میگشتن میگه که ماست الاس میگه یه چیز است برادر دیدن و فهمیدن آدم خودش میبینه یه چیز دیگه ما همینه بگم بابا رسان میگن که رسانه تاجیکو شنیدن کی بود مانندی پسمترید فهمیدی کی دیدی با چشمات با دو آدم دیگر داشته باشه قطعی گواهی بتیان که ها همینجا تو دیدی که همه آدم پیام بود تو میتونی که ای گپا بگوی حاجی تو گمانی بد نه من یک چیز دیگه برادرم میخوام بگم درست نه بچه کبیری به گفت شما последний مدل ماشین که میگاش کبیری 1% بودجه تاجیکستان درست کبیری بود آخه نه شما رو ماش نمیگم که وقت کبیری تو در سوال من جواب برادر تو شما در سوال من جواب یگان لاست تعالیش میکنه شما سکرتوی چختونم بگیو نه برادر ما از شما ما خواهش میکنیم که هر کسی میدونه سیر اسرار کبیری را بیاین در مردم بفهمونن تو نو گفتی لیکن از گپ گفتگی میگریزی تو دم سوال من جواب بدی که یگام درجه بودجه تاجیکستان در دست کبیری بود 1% یا 10% یا 5% یگام درصد بودجه بود در دست بودم سی فایزه را اینم کال گاوزا نکنی فایزه برادر سی فایزه
چی بود 30% برای وظیفه بود، برای بودجه دولت اوجا داخل نبود. 30% بود که 30% در دستش بود. به برادر او 30% برای وظیفه دارا بود. 30% مردم در حکومت کار کردن. آنم 30% در دستش بود آخه. 30% چی از 30% چی میدونی؟ خودت کاری برادر خودت چی میدونی خودت؟ ما رنگی تو مهاجر. آخرین من مهاجر و مرم درست که رنگ من مهاجره که یک چیزی را نمیدونی چی میگوی بحث میکنی برادر. سلام علیکم. ما بحث نکرده تمام میگم که همین 3 بار دیگه مهاجرو را وعده‌ای استاد چی بود تا همین وعده‌ای دروغ بکنه رحمانوف همه طرفدارش میشه. بگو 80 استاد چی میگفت استم دروغ نه برادر. امیر رحمانوف شاید همین 32 سال شاید 100 بار یا 500 بار روسیه اومده بعد سفر کاری یا سفر دوستی اومده است، یک بار به پیش مهاجران اومدگی صحبت نکرده است. خودم این چیزا میدونی. محیدین کبیر وقت در پارلمان کار میکرد، من خودم شاهدم بنده. هر بار به کشور روسیه می اومد با مهاجران میبرامد یا دانشجوهای تاجیکی میبرامد صحبت میکرد یا با مهاجران. شاید این چیزا صدها نفرا میدونن این چیزا. او چیکارا بود محیدین چرا کبیر؟ که یک بار رحمان همین قصه همون 30% کبیر پارلمان را کار میکرد. رئیس بود. این برادر با فکرم که چیکار کرد. خب پیشوا با پیش. سلام علیکم. سلام علیکم. پیشوا با پیش. و علیکم بر سلام. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله. و علیکم السلام. بیو بفرما کو پیشوا با پیش. در مسئله افیر شما میخواستیم یک چند مدت صحبت کنیم. بیا چونه؟ من موضوع افیر شما خواستم که در کدام مسئله صحبت کردین این کدام در کار است. مردم سوال همینه که مردم تا با کی ای رحمانوف میترسه. یعنی که تو با کی از رحمانوف میترسین و عقب جویی میکنین، درست؟ بله. خب بهترین رحمانوف تا با امروز به ملت خود به خلق خود چی خیانت کرد؟ شما به چی گناه او را متهم میکنین؟ یعنی من هم دیکتاتورش میدونم هم خوین. در همین گپام دلیل دارم. یعنی که شما پین میدارین که گویا امام علی رحمان یعنی که وطن فروش خائن است، درست؟ بله 100 در 1000. خب یعنی که چی خیانتی کرد به وطن؟ سرزمین تاجیکستان فروخت در خطای. خب این چیز لازم بود برای همون، یعنی که یک برادر عزیز این شریف پدرش نمونده این زمین که بیا بفروشش. چی به مردم تاجیکستان زمین ندارن برای زندگی؟ من برادر در سوالتون درست. شما میگن که لازم بود بگذار شاید که دوجا میلیارد سوم گرفته باشد از زمین، یگام کس برام شهر داد که سومی که از خطای گرفته شد فلان زواد ساخته شد، فلان کارخانه ساخته شد، فلان کارگر شد. مبلغی که از فروختن زمین اونا به دست آوردن اونا به بودجه دولت یعنی که سپاریده شدن. برادر بودجه دولت از سال 2009 هست 50 من نمیدونم. یا دلیل بیاره من دیگه رحمان خواهی نمیگم. بیا خب یعنی که زمینی که به دولت خطای یعنی فروخته شد سومی او خیلی معلومه، به همه معلومه که او به کیسه سامان جان، رستم جان، آزاده، یتیموف همش معلومه. نعوذ بالله الله مرا خار کند که مرا یعنی که پیشوا پرستی رحمانوف نکنه. عذر برای چون که من نام خدمت پیشوا ماندم. اولا بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله.
الماس برادر انشاءالله که خوب هستین، مطمئن هستم. اگر به ما اجازه باشه یک چند لحظه صحبت بکنیم در مسئله برادری که یک چند لحظه پیش صحبت داشتن. یعنی که گویا که شما یعنی سواد علمی کافی دنیوی ندارین برای بحث کردن یا اینکه در افیر صحبت کردن با مردم غریب و دفاع کردن از ناموس خود. درست؟ خب نگاه کنین برادر. بله من ندارم. نه شما به نهایت سواد خوب دارین، من یگان مشکلی ندارم در این. مشکلی من در این نیست. یک برادر حاضر داخل شد سخن کرد که گویا که یعنی که همون علم شما کافی نیست، گویا که شما علم دنیوی ندارین، گویا که شما سواد ندارین. نه برادر، شما خطا میکنین. شخصی که والله قسم الله تالله اگر رحمانوف در همین منبر الماس برادر اگر وارد شود، والله قسم که سوادی که برادر داره از رحمانوف 1000 مرتبه بالاه، 1000 مرتبه بالاه. او شخصیت هیچ علمی نداره. به خدا که او را همین یک ورق در می نویسانن، یک دفتر در می نویسانن، از روی همون کاپی کرده، یعنی که برآمد میکنه. او هیچ یعنی که هیچ علم دنیوی نداره. او را همچون یک بازیچه میگیرن، یعنی که با او هیچ فایده به این دولت نکرد. این نمیکنه. شخصی که از برای ناموس دفاع میکنه، ما نباید بر ضد او سخن کنیم. آیا الماس برادر چیکار کرد؟ وطن فروخت؟ نه. مادرت زنا کرد؟ نه. ژورنالیستا را یعنی که زندان کرد؟ برادرای غریب کرد؟ نه، هیچ کاری نکرد. از یعنی که از ناموس خود دفاع کرد. حقوق خودش خواست که یعنی وارد کنه در وطن خودش، خواست که آزاد زندگی کنه. شما یعنی که پیش از یک صحبت کردن یک کم تر فکر کنین بعد صحبت کنین. شخصی که برای آزادی شما می جنگه، شما بر ضد او سخن میکنین. رحمانوف تا به این روز چیکار کرد؟ دلیل امام علی، شخصی که فقط از همون وطنی خود، درباره وطن، درباره ملت همین چیزا برنامه ها میکرد، لیکن بردن محکم کردن، از آزادی محروم کردن، زندانش کردن. دجه ایره الله میدونه که حاضر او زنده هست، در قید حیات هست نیست، ایره الله میدونه. چی با این قدر شخصایی که به ملت قدر خدمت کردن اونا را زندان میکنه، اونا را یعنی که در آزادی نمیمونه. هست در همینجا هست انسانی که از پیشوا دفاع کنه، مرحمت. من انتظار میشم در همینجا صحبت میکنم. من با شما ریال ما بحث میکنم در همه بحثایی که در مورد رحمانوف میشه. این مطمئنم، کامل مطمئن هستم که در بحث ما شکست میخوریم، چون که رحمانوف کاری نکرد. در 32 سالی که به سر قدرت بود، پرزیدنت بود، هیچ کاری نکرد بجز تجاوز زنی تاجیک، بجز به ناموس تاجیک، بجز غریب کردن خلق خود. او دیگر هیچ کاری نکرد. برادر راست میگه. کلمه وای چی؟ او یک بار خطا نکرد. پرزیدنت حاجی برادر گفته است که یعنی که وای برادر علما درست قید کرد. یک شخصی که او پرزیدنت، شخصی که او 32 سال استاژ کاری داره در پرزیدنت، کلمه وای چی معنا داره؟ در همه صحبتاش کلمه وای را وای کردن، این را وای کردن چی معنا داره؟ یک شرمندگی. یک شخصی که 32 سال حکمرانی میکنه، یک کلمه که وای نمیتونه همین وای یعنی که نابود کنه در داشت، یک همون مقصدی اختصاص مقصدی چه گپ زنه، اون نمیتونه. وای چی معنا داره؟ هیچ معنایی نداره. برادر درست قید کرد. او یک بار خطا نکرد. در همه صحبتاش ما گوش میکنیم، یک صحبت میکنه وای کرد، وای این کرد، وای اون کرد. چیکار کرد؟ گور یا چت بسوزه که وای چیکار کرد؟ هیچ چیز نکرد. شما مرد هستین، شما اگر دفاع میکنین و مثل مرد مرحمت صحبت کنین، دفاع کنین. لیکن صحبت کنین همچون انسان، با فکت، با دلیل صحبت کنین. از وضع صحبت نکنین، سخن نکنین. شخصی که میخواهد دفاع کنه مرحمت دفاع کنین. خب برادر من در همینجا انتظار هستم. چی میگم؟ منم راستش امروز برنامه طولانی نمیکنم برادرای عزیز. برنامه 10,000 آدم زیاد تماشا داره. برادرای عزیز خواهش میکنم بمونه لایکاتونم. ما 1000 لایک نگرفتیم.
2100 нафар моро тамошо дора. мо 1000 лайк нагирифтем. бимоне лайкотона бародари азиз. 20 дақиқа ёки ҳамин қапас иншаалло ки барнома тамом меша бигире лайкотона, ягон мушкилӣ нест. хоб расвой кубиё. салому алайкум. расвой осво бифармо. خب این برادر نیست. خوش بوده فکرم. الماس برادر مرا از استریم بیرون نکنین، من منتظر هستم. من میخوام که با یکی از همون شخصانی که تمام فیسبوک برادر حمایت عزیز، میکنن یگان صحبت مشکلی نیست. مجید بفرما. اکا عبدالخلیل بوماین برادر اها. همه حیوانو رو اکوز برایم گبی دقیقا همه حیوانو رو اگون چمی طرف دوره هم حکمت هم رحمون فی حیوانو رو اگون چم دور که هم زبون روسی قطی که اگونش تا گبزن باشه کوش عبدالرش حتی نالا دستی یک سومی همه رسی هم میاد واجه می فلادی رو بابچ می خطیم شتو بیناس می خطیم حتی نالا دستی یک سومی خود فقط در روی قغاز گبزنیم بگو الله لعنتت کنه ترا تو روزی هستی پتیوش بله. خب خیلی دیگر رو قبول میکنه میبینیم. مرا مون اینجا برادر مزدار میکنم که من اگه ابرازون بودره اینجا خواهش میکنم که بمونه لایکاتونا یکی اگون چاکلوس و خب بینیم. بودر اینجا اگون چاکلوس بودر اگون چاکلوس بفرمو. رسوا سلام علیکم. و علیکم بر سلام. بفرمو برادر. میشنوی اکا مرا؟ بله. میکروفون تا کشتی بو. میکروفون تا هوی که بفرمو. خب میفهمیم تو؟ میکروفون تا کشتی. خب ما وقت نداریم که آدمایی که میدروی هیچی نمیگه خوش مینم استودیو را خالی کنه که استودیو پر رای. خب چی گفتنی بودم؟ راست میگوی برادری عزیز که 30 سال 32 سال شد مردم ما مهاجرن. رحمانوف چند سال شد در دوره شوروی تولد شده. تا این روزه باید رحمانوف با زبان روسی پرفکت باید گپ زنه برای که دور شوروی باید تولد شده. ما فرزندای استقلالیتیم. ما نباید که چخیلی که رحمانوف میدونه باید ما اوخه ندونیم، باید ما کم بدونیم. نه که در اصل ما امروز خوبتر میدونیم زبان روسی را چم ای رحمانوف. رحمانوف در وقتی در دور شوروی تولد شده، مثال زبان دولتی بگیم که روسی بود، ما تولد شدیم زبان ما تاجیکی بود. در مکتب ما بگیم که ای پنجم خونی اوسو با زبان روسی درس دادم. خب برای همین خاطر باید ما مردم، من خواهش میکنم باید ما باید همه کسا سرجم شیم کار بکنیم که این رحمانوفا قطعی همو شایکش برکنار بکنیم. اگر واقعا میخواهی که اگر من گفته استم که نتونم اگر بردم مهاجرا را روسیه پتنت اونا ای بین میبرم که همون پلی پتنه با تاجیکستان روی کنی برای پدر و مادرت و بزن فرزندتون که زندگیتون بهتر شوه. اگر جای کار تو نمیتونم کرده. رحمانوف چی با نکرد؟ نمیدونم بهترین برادر پوتینه بعد لوکاشنکو رحمانوف و پوتین چی با نمی کارا نمیکنه. میگه میدالش میتیه پوتین برای چی؟ ای برادر عزیز نگاه کنید این حقیقت تاجیک ای روسیه میروه در اوکراین کشته میشوه. یگان بار سری رای همین دیده که پاسال گرفتگی باشه، یگان دیاسپر گرفتگی باشه، رحمانوف گرفتگی باشه، وزارت کارهای خارجی گرفته باشه، یگان کس دیده؟ نه. من یک بله درست شناسم این همه نو ای دنیا گذاشت در همین جنگ. بچه یاش بود 92 بود رفت در همین جنگ اوکراین کشتنش مرده شرایط هم برسیه را. الماس برادر اگر کاره که بیای شما در روسیه بمره و
هیچی. ای برادر عزیز، ما تاجیکیم، بیا بریم همون یک چن یا پشتی ناخونه همون وطن رو بریم هوای صاحبی کنیم. امروز داره رحمان همه ما را پراکنده کرد، امروز داره حکومت کرده شده. بیا سرجم شیم یا یک کار الماس بکنیم. برادر یک سوال داشتم اگر اجازت باشه. بله بفرما. یعنی که همین یک کمتر شهر میدادین، یعنی که سبب ترس مردم ما یعنی در چیست من نمیدانم. یک کمتر شهر میدادین که آیا مردم ما از چی سبب اینقدر ترس و وهم یعنی که در دل خود دارن، نمیتونن از ناموسشون دفاع کنن، یعنی که حقوق خودشون طلب کنن. میخواستم در همین باره یک صحبت میکردم. برادر عزیز نگاه کده، در گمراهی من میبینم همین چیزا. واقعا من هم یکم تا سال 2009 او با سیاست کار نداشتم، قفای زندگیم بودم، برای که من نبرآمدم روسیه مثال یگان جای دیگه. بعد روسیه، ترکیه، قزاقستان، نمیدونم اوکراین، مثال این طرفا اومدیم دیدیم فضا را که مردم چه زندگی می‌کنن. مثلا اروپا اومدیم دیدیم وقتی آزادی نیست مردم فکر کردن نمیتونن. روز این من گپ زده شدم، نگاه که بسیار انسان ها میبرن میگن تو خائنی. ای برادر عزیز، من چیکار کردم که خائنم؟ من تنها گفته هستم که من میخوام شما را آزاد کنم، شما لایق زندگی خوب داره، شما سویت باید داشته باشه، آب گرم در خونتون داشته باشه، این چیزا را باید شما داشته باشه. میگه تو خائنی. ای برادر عزیز، اون انسانی که زمین فروخت، اون انسانی که 5% بودجه دولت به نام خودش میدزده، باید خائن نبود؟ یک انسان یعنی که الموز برادر نگاه کنین همین مردم چگونه در دل خود ترس دارن. شما چی یعنی که پیشنهاد چی توصیه میدهین برای یعنی که بیدار کردن خلق و مثل شما دیگر جوانمردها نترسن، مبارزه برن، از دین خود از ناموس خود دفاع کنن؟ برادر عزیز، همین مردم ده اگر آزادی بتی، مردم هم با سواد میشوه، هم با عقل میشوه، هم پلدار میشوه. این هم سه چیزا میشوه. فقط آزادی، فرق نداره آزادی دینیش بته، آزادی نمیدونم سیاسیش بته، آزادی همین چی آزادی بته انسان. همین چی باید نگاه کده. آلمان چنین تاجیکستان ریسورس نداره. این همین آلمانه که این همین با قوت ریسورسی که در تاجیکستان تیلا و آو و سویت این همین چیزا را نداره. فقط همین BMW، مرسدس، اوپل، این همین ماشینایی که اینا دولتی نیستن، اینا یک شخص ساخته نلاگ میته تنها. چی با ما نمیتونیم یک آدم در جای ما بروه یک ماشین بروه مثال به مثل مرسدس؟ چون که اختراگر نیست، دولت ما اختراگر نیست. همه دخترها، همه شخصانی با علم از وطن کوچیدن، از وطن رفتن، خارج شدن، ترک وطن کردن. در وطن دیگر نیست شخصی با سواد نمون، دیگر همه ترک وطن کرد. همه با مثل شما شخصانی که علم داشتن اونا ترک وطن کردن. افسوس. لیکن وطن امروز و شما برای این جوانمردها واقعا خیلی نیاز داره. واقعا این چیزی که ایرا همه میدونه. وطن لایقی انا همین خیلی جوانمردایی که برزید این همین خیلی ظلم، برزید یعنی همین خیلی شخصانی فاسق می جنگن. شما یک کم تر وقتان سوال کنین، این مردمی غریب، شخصی که برادری که از غریب برآمده دفاع از پیشواد میکنی، یک سوال به خودت کن که تو از یعنی که از اسماعیل، از نبیره پرزیدنت، یعنی که چی تو کم است که اون در تاجیکستان سیر گشت میکنه با همه ماشین های قیمتترین این گرانبها شاهانه زندگی میکنه، اما تو در 50 گرد خنک در یعنی که بیرون از وطن چیکار میکنی؟ عذاب میکشی. یک سوالی کن به خودت که چرا نبیره های پرزیدنت نیو اینای ما تو؟ برادر عزیز، من راستش یک 10 دقیقه دیگه میمونم در استودیو، خداحافظی میکنم. میخوام که 3-4 نفر است همینا قبول کنیم، 2 دقیقه‌ای ان شاء الله که خداحافظی میکنیم. فکر نظر دیگران را ببینیم. برادر ما در همین جا ما خاموش میشم. ما خاموش میشم. ما زوگ ما خاموش.
زوگ من خاموش میکنم. شریف بفرمو. سلام علیکم. علیکم سلام. همین برنامه‌تون راست دیگه نو درام کار برنامه درآمدم. درباره چیه؟ توبکه ما ای رحمانوف میترسیم. توبکه که بترسیم. تو وقتی که ابی خواب کردی یا بارگی چی کردن میگیره؟ سوار چیدن میگیره یا چیکار میکنی؟ همین روز چی گفتنی درباره رحمان برادر عزیز در یک دقیقه بفرمو. در استودیو یک چند نفر دیگه میخوام اونا قبول کنیم. امروز برنامه طولانی نمیشه. یار فکر در سرم درست دیگه ما همین فکر میکنی بدم. همین ایودم بر اومده درباره همین برنامه شما طوری بدم مقصد. همین چی مونده نکی گفتی همون کی دیگه لایکو میگه که موضوع نبرو هم کمتر که موضوع برم هیچ کنم میکنم. نه فقط هم دشنام تحقیر نباشه برادر عزیز. تمام قبوله. اگر من دشنام را میکنم یکی دشنام دا مقصد وای میکنم همین ما با همین دیگه گفتانیم که بر پدری و چه نالت بر پدری نم پدر نالت تی کسافت میگوی ما حق به حقدار میرسونم. چی ما میبرد دمی برد میگه که کوری امام علی رحمون کردای حضرت محمد کاگی نیستای تو به شرف به ناموس بگو با کدام حالت دیگه میبروی گا میزنی با کدام حالت بم بر به ناموسه مردن طور جوان مرد خوبای ریش شدیدی آخی با سنت پیغمبر موندگه با گفت خودش صدقه ریش کنم ولی انسان ها که کورنمکی میکنن در دین خیانت میکنن میبروین با خدا قسم ما ایرا مخلص بدم با حساب همون حرام خرا را میبرور برای اکران ما ایرا نه فهمیدم که این پدن علت چخیل آدمای بگم ای بخیلی شما میکردیم این کارا فهمیدی؟ ای بخیلی شما که اوه ما همجا کرال شما ما همجا مقصد بخیل که بزیاد اقا موضوع او را خاموش کنین برادر. موضوع دیگه خاموش کنین. شما نقشه ای به وطن برگشتن این موضوع ها اکنون خاموش کنین. وقت کم نه امروز جای صحبت ایدیگو یا اینکه دیگر شخصان نیست. مهم آزادی برای ما است. ما وقتی که به وطن برگشتیم این مسئله ها را با اون شخصیت از نزدیک ما حل میکنیم. این مشکل نداره. وقتی که در یعنی که افریقا داخل میشین مسئله ری به وطن برگشتن بگیرین جاری کنین. این مسئله ها حل شونده است. شخصی که حل نشونده است این رحمانوف سرنگون کردن این رحمانوف. بله برادر عزیز خوش این همه دای مهمه بسیار دقیقه این پدرنالت بازی کازیول برادرو هم میتونه که در برنامه میگه گپ زنین یگون کار نکن. دیدی چی میگه پدرنالت میگه که ما سومدورم چکاری بفورم میکنم نه که کمی همی یک برادر یعنی میسپوره یک برادر اکو دامو با خاطری سوم شیده همین $100 اون میتاد که بدبختی روسیو بیام ما سوم $100 نه $100 نه $400 میتیمه یکی یک برادرت نفروش برای سوم کمی باشی نباشی فهمیدی؟ ما ننگ داریم انشالله جمع میکنیم پدنالت همون $400 اونا یک گمراه شدگانن. اونا یک گمراه شدگان هستن. اونا بله برادر عزیز نگاه کده 3 واقعا به مثل موضوع یعنی که مجبور هستن 3 نفر دیگه در استودیو قبول شو کنم. من 7 دقیقه بعد باید افیر خاموش کنم. خواهش میکنم فکر نظر همین آدمایی که اومدگی قبول شو کنیم و انشالله در برنامه آینده انشالله که صحبت خواهیم کرد. از موضوع بیرون صحبت نکنین خواهش. برنامه موضوع ما سرنگون کردن رحمانو شد. یاد برادران عزیز غریبی بیچاره سلام علیکم. برادر عزیز بفرمو. خب غریبی بیچاره نیست دو نگهبانت یا برادر دیگه چینوم داری کامیرا تا بکش.
خوش سعید بکش کامرتا. خب سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا آمد سوزی خوبی سلامتت خوبه؟ تشکر برادر عزیز. کمی کامرتا بکشتی که بو نتوی. کامرا کشتگ نیسته؟ نه خالی بس همتا. اوه نه. چه دکا؟ اوه یا دقیقه بیس. بفرما. اکا آمد اکا خواهر نداری مدابتی؟ هم خالی نسل کلا زیاد کنه در دانی آمد بگم. این عاقبت نگاه کده. ما الحمدلله همه خوارا و اپام شو دارن. شما الله نامردا. خار ذلیل یارگونه. شما نامردا را نه الله خار دقیقه. ذلیل من کنه. شما بروی چهره قطعی مردک شه ما مسلمانیم. اگر من داشته باشم میگم ما دارم اعتماد بیا. شما یک فکر میبروی فقط دشنام تحقیر. واقعا شما همین رحمانوف همین قطع تربیتون کردگی. خب میریم به سر سعید. سعید بفرمو. سلام علیکم. خب سعید هم نیست. خب غریب بچه کامرا تا بکش. غریبی بیچاره. سلام علیکم. سلام علیکم. برادر عزیز نگاه کنیده وقت نامتون نمیگیرن صحبت کنی. برادر عزیز بفرمو. یک دقیقه دیگه انشالله که خداحافظی میکنیم دیگر. همون بدگیاش برفتن. الماس برادر در مسئله یعنی که یک چند لحظه پیش صحبت کردیم در وطن با رسم پلاکت دیگر چیزها من میخواستم که در لیشکه شخصی شما یک صحبت میکردیم خیلی انشاءالله خوب میشید. یک چند برنامه های خوب دارین یعنی که قطعی با برادران خود یک 10-15 نفر یک خیلی کار هم بخصوص الله لیکن به ما یک چند من برادر عزیز در فکر و اندیشه های شما هم اندیشه های شما هم برای ما فکر و اندیشه های شما برای ما خیلی مهمه. یعنی که ما سویت شما برای ما خیلی مهمه. تمام برادر عزیز انشالله که در تلگرام یا که در واتساپ من همین رقمای همین ویدیو رو تماشا کنی انشالله که پیدا میکنی زنگ بزنی انشالله در خدمت چی بنی. ما باید یک کاری بکنیم مردم. من نه اومدم در افیر سوم کار کنم در یوتیوب. من میخوام که مردم قضیه سرجم شن بیای این موبایل اون رقمای تلفن منابطیم گپ بزنیم ببینیم همدیگری اون دوستی کنیم بریم. ما با کی مشکلی داریم؟ با رحمانوف با دیگر انسان ها نه. رحمانوف قطعی اویلش نباشد. تمام ملیسا و بالنیسا و همه شما در جواتون نیستی. ما تنها میخوایم که رحمانوف نباشه قطعی اویلای دزدش. تمام. های برادر عزیز خدا نگهبانت. یک نفر دیگه اومده است همین قبول کنم. فدیس سلام علیکم. سلام علیکم برادر الماس. و علیکم بر سلام. کورت خوب سلامتی ناز انشالله. تشکر. الماس برادر همین تقدیر عثمان چی شد؟ همین یک وای میکرد. یک تقدیر عثمان نامعلومه. عثمان تاجیکستان رفتگی نکه تاجیکستان اون گپ خبر نیست. رفتگی یا بودگی همشه؟ رفتگی. خب بعد اوخی برادر بعد چه درباره هوای همین هم کو پیشرفت بود پیشرفت بود همین در وای شما بعد چی در یک کوشش نمیکنی که هوای مثال یک برادر عزیز او انسان عقبش هم خود دواده بود و آدم خودش گرفتگی از مجده داریم که حکومت امروز چیکار میکنه نسبت به آدم. او آدم با خواهش خودش نویستگی زیاولینی رفتگی تمام. اون خیلی خوبه. میبینیم که حکومت امروز میگه که جوانا بگرده بیای ما شما را عفو میکنیم. اگر هم تا باشه مردم زیاد انسان ها هستن که میخوان با وطن بر بگردن.
не бародарҷон охи вай ба фикрам ки депорт шуд ку ким чи як برادر عزیز یگان کار نشید امکان داشت که میموند қонуншиканӣ кард 100% امکان داشت که همون انسان در همین اروپا موندنش 100% امکان داشت نه که او آدم پیش صبح بگیم روزی 12 سری سوتش بود 25 ماه گذشتهش رو روی کردن خودش گرفتن امضا کرده که من روی کنه تاجیکستان ما عریضه بازگشت به وطنش داریم ولی ما عریضه داریم که حکومت چیکار میکنه نسبت عثمان پسان میبریم شرمنده یا بار دیگه با شرمندهش می‌بینیم در بین گوش کن برادرجان گوش کن برادر خب اکاوایم یکی از گروه همین وای بود اخی باید وای بی‌طرف نباشه باید شما نسبتی وای برادر عزیز ما بی‌طرفی کردگی نیستیم نه بی‌طرفی یتون همین که یگون نسبتی وای دیگه یگون گپ نمیزنی چو عضو به درد آورد روزگار دیگر روزگار نماند قرار وای یکی از عضوهای شما بود برادر عزیز ما محلی بی‌ارتشیم برادر عزیز حکومت تاجیکستان نسبت عثمان چی اقدام میگیره پسان ما میبریم گپ میزنیم الله نگهبانت سلام علیکم خب برادران عزیز نه 2 ساعت هم گذشت تشکر زیاد برادر عزیز این همجده 1800 نفر ما را تماشا داره ما 800 لایک داریم 1000 نفر دیگه هم تا بگیم که تماشابین خیلی اگر بخواهی که برادرای عزیز همین برنامه من با این قهر که دیگه طولانی بشوه بمونه لایکاتون 1000 شوه چند قیبه خواهی همقدر صحبت میکنیم بدرویم برادرها فکر نظرشون بگن اگر نه خیلی خداحافظی میکنیم برادرای عزیز ما را 1800 نفر تماشا داریم ما 800 لایک داریم 1000 نفر دیگه پروسه تماشابین با همین خاطر برادرای عزیز اگر بخواهید بمونه لایکاتون اگر نخواهید نبرات همین لایکاتون بگیره لایکاتون رو بذارین برادرها یعنی که آبونه شدن رو فراموش نکنین لایکاتون رو بذارین برادرها آبونه شدن فراموش نکنین اینو آبونه شدن فراموش نکنین لایکتون بله برادر عزیز باقی خدا نگهبانتون انشالله که پسان روزای شنبه انشالله که افیر داریم بعد صحبت میکنیم با خیر برادر الماس انشالله که صحبت کنیم انشالله یعنی که ناامید نشوین پس نگردین انشالله ما مردم تاجیک با شما هستیم و با شما میفخریم انشالله ما همیشه دستگیر شما دوست شما رفیق شما برادر شما بودیم و میمونیم خدا نگهبان برادر عزیز زنگ بزنه انشالله صحبت بینیم خب یک نفر دیگه اومده است سلام علیکم سلام علیکم خب برادران عزیزی من باقی خدا نگهبانتون کسانی که دستگیری کرده کسانی که در کامنت دستگیری کرده برادرای عزیز تشکری زیاد برادرای عزیز تا برنامه‌های دیگه خدا نگهبانتون برادر عزیز من دیگه قبول نمیکنم خواهش میکنم که خودی قبولت کردم تا گپ نزدی دیگه وقتی نه مردم میگیرم نه وقتی خدمت برادر عزیز من امجا تای 10,000 آدم ما را تماشا داشت خواهش کردم که بمونه لایکاتونه لایکام 10 دونه زیاد شده خواهش میکنم برادر عزیز کسانی بده آبونه شوه هسته کسانی که پسان این نوارا تماشا میکنه برادر عزیز دستگیری بکنه دستگیری شما پیشروی ما همون لایک همون پادپیساتسیا تمام ما این زیاد انشالله که یگان چی طلب نمیکنم پس باقی خدا نگهبان تا برنامه‌های دیگه خدا حافظ